نزدیک بود بقیه هم دل و روده و معده و اینا رو بکنن پرت کنن که دیگه اومدن اینا رو بردن که یه کار دست خودشون ندارین. توجه میکنم اینا اومدن یه همچین. آقای دکتر در آینده برای جوانان چه برنامه‌ای دارید؟ ما الان به حول و قوه قلمی قصد داریم سفینه‌ای درست کنیم که همه جوانهای مزاحم نظام رو با هم بکنیم توش بفرستیم برن فضا، البته قبل از اینکه اونا این کارو بکنن که برن اونجا کمالات انسانی رو در یک مدار عدالت محور طی کنن که ما هم از دستشون خلاص شیم، با خیال راحت با مقام عظما بتونیم کارمونو بکنیم. که این نشون میده این داستان همون لولو هست دیگه، همون لوله که برده. آره میخوام بگم که بریز اونجا که میسوزه. ولی دکتر چیزی که برای خودمون جالب بود، حتی تو یکی دو تا نشست که حضرت علی حضور داشتید، این بود که جوان‌ها خیلی راحت می اومدن باهاشون حرف می‌زدید، انتقاد می‌کردن، پیشنهاد می‌دادن، راهکار می‌دادن. خیلی دوست داشتیم در این رابطه هم صحبت بکنید. من در جلسات خیلی با جوان‌ها راحتم، اونا هم با من، خودم دلم میخواد که با من راحت باشن. مثلا تو یکی از این سفرهای استانی پشت میکروفون بنده سخنرانی میکردم، گفتم ما اسرائیل رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم، ما لبنان رو میگیریم، عراق رو میگیریم. یه جوونی بلند شد گفت اگه دیشتون رو بچرخونید CNN هم میگیرید. که من هم اونجا به بچهای حفاظت گفتم دیششون رو چرخوندن سر این جوونه، ایشون هم گرفتن. خیلی عجیب بود برای خودم، ولی خب نشون میده که جوونها چقدر ایستادگی میتونن بکنن در نظام جمهوری اسلامی. ما جوونا ایستادیم و توی دو کلمه میتونم بگم که ما میتوانیم. آره حتما میتونید، حتما میتونید. اگه همینجوری ادامه بدید به این خالی بندیاتون، مثل من که همه جا رو آباد کردم، مثل شما هم میتونید. خداوند پشت پناهتون باشه. منم خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما مصاحبه کردم، خیلی انگیزاننده بود که چهره هر سه نفر ما در یک تصویر نشون داده شد تا ملت ببینن که خلاصه از ما بدبخت‌تر و مفلوک‌تر و خلاصه با این وضعیت‌تر هم توی دنیا هست.